خب این آهنرباست، میبینید؟ میدانش اینجوری نیست بلکه در اصل اینجوریه، سه بعدیه. متوجه شدید؟ خب گفتیم بدن شما یه آهنرباست، اما اگه به جای حالت آفرینش در حالت بقا زندگی کنید و با افکار و احساستون همه این انرژی رو در قالب هیجانات در سه مرکز اول ذخیره کنید، بیشتر ماده هستید و کمتر انرژی. در نتیجه جریانی از بدنتون عبور نمیکنه و آهنربایی در کار نیست. بدنتون میشه یه تیکه آهن بدون هیچ بار و بدون هیچ میدانی. فرهنگ‌های آسیایی نسل هاست که این رو میدونن. وقتی شما به این انرژی شتاب میدید و سرعت این مایه رو افزایش میدید، یک میدان القایی ایجاد میشه. مجرایی در بدن شما فعال میشه که بهش میگن مجرای پرانا و یوگی ها از هزاران سال قبل در موردش حرف زدن و به این ترتیب انرژی به حرکت در میاد. بنابراین یک جریانی در بدن شما ایجاد میشه و وقتی این جریان از بخش‌های مختلف ستون و فقرات عبور کنه، اعصابی وجود دارن که از اونجا به بخش‌های مختلف بدن میرن و حالا یک جریانی از سیستم عصبی شما عبور میکنه، چون انرژی در مراکز مختلف رد میشه. به این ترتیب انرژی در بدن به حرکت در میاد. به اعتقاد فرهنگ‌های آسیایی همه بیماری‌ها حاصل انسداد جریان انرژی هستند. اونا میگن انرژی در بعضی از این مریدیان‌ها و مجاری بدن بیمار جریان نداره. به همین دلیل رسانه‌هایی میارن که سوزن‌های فولادی هستن و انرژی رو تخلیه میکنن. متوجه شدید؟ موقع انجام تکنیک تنفس، موقع دم، وقتی انرژی به حرکت در میاد، یه جریانی در بدن شما ایجاد میشه که احساسش میکنید. اگه همون کارهای قبلی رو انجام بدید، همون اتفاقات قبلی در زندگیتون میفته. اما اگه یک کار متفاوت بکنید، تجربه متفاوتی خواهید داشت. از من گفتم بود. خب بیرون کشیدن ذهن از بدن همون چیزیه که بهش میگیم تغییر دادن انرژی. این یه مولکول بارداره. اگه بهش شتاب بدید، یک میدان القایی در اطرافش ایجاد میشه. میبینید؟ دوباره نگاه کنید. دیدید؟ اگه چند تا مولکول باردار بیاریم و بهشون شتاب بدیم، میدان بزرگتری در اطرافشون تشکیل میشه. خب انرژی زیادی در سه مرکز اول بدن شما قرار داره، یعنی در مراکز مربوط به بقا. و شما باید این انرژی رو از بقا بیرون بکشید و هیجانات بقا رو تبدیل کنید به هیجانات سازنده یا متعالی. مثل اینکه یک مایه رو با نی بکشیم بالا. اگه انرژی رو از این مجرا بیاریم بالا، یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد میشه. قابل فهمه؟ و تنها تصویری که برای این منظور ازش استفاده میکنیم بالا کشیدن مایه با استفاده از نیه. در این حالت فقط انرژی رو میاریم بالا، فکر نمی کنیم، تحلیل نمی کنیم، مقاومت نمی کنیم، همینجوری ادامه میدیم. من این کارو بارها انجام دادم. بارها پیش اومده که این انرژی من رو بیهوش کرده. دیگران نگران میشن وقتی میبینن من روی زمین افتادم، میگن خدای من، اما این بهترین تجربه زندگی منه. خب این میدانی که ایجاد میشه یک میدان دو بعدی نیست، بلکه یک میدان سه بعدیه. اینجوریه. حواستون اینجاست؟ خب اگه به این مولکول‌های باردار شتاب بدید، یک میدان چنبره‌ای شکل ایجاد میشه. بیشتر جهان از همین میدان‌های چنبره‌ای شکل ایجاد شده. اینو میدونید، درسته؟ مثل اینه که شما هم یک جهان کوچیک برای خودتون داشته باشید. وقتی این میدان چنبره‌ای رو میسازید، در واقع دارید انرژی رو از بدنتون میگیرید و این میدان رو باهاش میسازید. منطقیه؟ خب این استخوان خاجیه، این پایین، و این هم هدف شماست، این بالا. اگه عضلات داخلیتون رو منقبض کنید، توجهتون رو به بالای سرتون معطوف کنید و یک نفس آروم و یک نواخت بکشید، با این کار مایه رو از اون پایین میارید به سمت مغزتون و وقتی این مایه به داخل مغز رسید، یک میدان الکترومغناطیسی قابل اندازه‌گیری ایجاد میکنه. متوجه شدید؟ اما این میدان دو بعدی نیست، بلکه در واقع سه بعدیه. متوجه شدید؟ اینا براتون قابل فهمه؟ آیا دانش پیش زمینه تجربه است؟ پس هرچی دانشتون بیشتر باشه، برای اون رخداد آماده ترید، درسته؟ اگر چیستی و چرایی کار رو درک کنید، چگونگیش براتون آسان تر میشه. خب این هدف شماست. دارید نفس میکشید و انرژی رو میارید بالا. به محض اینکه انرژی بخوره به مغزتون، شما تبدیل به آهنربا میشید. شما دیگه یک فلز خنثی و بدون بار نیستید، بلکه یک جریانی در بدنتون وجود داره و یک میدان الکترومغناطیسی در اطراف بدنتون ایجاد میشه. اینهاش. شما نشستید. دارید عضلات داخلیتون رو منقبض میکنید. توجهتون به بالای سرتون معطوف شده. باید از این مرکز عبور کنید. وقتی انرژی از این مرکز عبور کرد، آزادانه راهش رو تا مغز ادامه میده. به محض اینکه به مغز رسید، یک میدان الکترومغناطیسی میسازه. درسته؟
اما این میدان دو بعدی نیست، بلکه در واقع سه بعدیه. حواستون اینجاست؟ پس موقع تنفس باید نیتتون بالا بردن انرژی باشه. متوجه شدید؟ موقع تنفس باید اراده کنید که یک هیجان محدود رو به یک هیجان متعالی تبدیل کنید. درسته؟ بعدش چنین میدانی در اطرافتون شکل میگیره. خب نگاه کنید. وقتی این کارو میکنید، هر کدوم از مراکز انرژی فرکانس به خصوصی داره. بنابراین وقتی دارید انرژی رو از اونها عبور میدید، اینجا فرکانسش پایینه. اما وقتی میره بالا، میدان یکم فشرده تر و سریعتر میشه، چون باید از یک مجرای کوچیک در این قسمت عبور کنه. از یک ظرف بزرگ بره تو یک ظرف کوچیک. وقتی بالا رفت و رسید به مغز، بعدش یک میدان الکترومغناطیسی قابل اندازه‌گیری ایجاد میشه. خب میدونم که ممکنه تکنیک‌های تنفسی مختلفی رو انجام داده باشید. من هم با کندالینی آشنایی دارم، اما از این کلمات استفاده نمی‌کنم چون نمیخوام کسی رو مستثنا کنم. ازتون میخوام اینجوری انجامش بدید. ازتون میخوام متفاوت انجامش بدید تا تجربه متفاوتی کسب کنید. نظرتون چیه؟ خوب گوش کنید، چون بهتر از این نمیتونم توضیحش بدم. باید به وجد بیاد و وقتی انرژی رسید به مرکز چهارم فعالش میکنه. بعدش وقتی رسید به مرکز پنجم، بعضیا میترسن که راه گلوشون رو ببنده. بعدش وارد مرکز ششم میشه و در آخر وقتی رسید به مغز، یک فرکانس خیلی خیلی سریعه و حالا ناگهان انرژی میرسه به بالاتر از سرتون و یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد میشه. اما جالبیش اینه که این یک میدان معکوسه. حالا دارید اطلاعات رو از میدان یک پارچه برداشت میکنید و این اطلاعات از طریق مراکز وارد بدنتون میشه. بسیاری از دانشپذیرای ما وقتی این کار رو انجام دادن، بعدش گفتن انگار بدنم غرق در نور شده بود. این نور از بالای سرم وارد بدنم شد و افسردگیم از بین رفت. این عین چیزیه که میگن. متوجه شدید؟ براتون قابل درکه؟ خب یه آقایی در یکی از ورکشاپ‌های پیشرفته اومد بالای صحنه و گفت من به خاطر شغلم زیاد میرم مسافرت. یه بار میخواستم با هواپیما از فینیکس برم لس آنجلس تا برم آرنج کانتی و ساعت 6 صبح پرواز داشتم و چون توی فینیکس ترافیک زیاده، ساعت 3:30 صبح بیدار شدم و وسایلم رو جمع کردم. وقت نداشتم که مراقبه انجام بدم. عوضش همین جوری که داشتم توی ترافیک فینیکس رانندگی میکردم، هر بار که میرسیدم به چراغ قرمز چشمامو میبستم و این تنفس رو انجام میدادم. خب من اینو توصیه نمیکنم اصلا، اما ایشون این کار کرده بود. میگفت خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود، چون انتظار چیزی خاصی رو نداشت و همین جوری انجامش میداد. به این ترتیب انرژیش به حرکت در اومد و هر بار که به چراغ قرمز میرسید حالت سرور رو تجربه میکرد و بعدش رسید به پارکینگ و کیفشو برداشت، رفت توی فرودگاه، کیفو گذاشت روی خط بازرسی و خودش رفت جلوی دستگاه اسکنر. مسئول اسکن اومد پیشش و گفت میتونم به بالای سر دست بزنم؟ اونم گفت باشه. یکم خم شد و طرف به بالای سرش دست زد و گفت چرا داری به بالای سرم دست میزنی؟ گفت خب اونجا رو ببین، یه چیزی داره از بالای سرت بیرون میزنه. خب این داستان رو در آستن تعریف کردم پارسال. یه آقایی توی سالن بود به نام خورخه. ایشون مهندس بود و برای شرکت هالیبروتون کار میکرد و زیاد مسافرت میرفت. خب من ایشون رو دیدم که انرژیشو جا به جا کرده و چندین بار ازش ترسیده. دیدم که این انرژی باهاش چیکار کرده و به نگاهش هم دقت کردم. انرژی از کف دستاش میومد بیرون و روشنش میکرد. شغلش رو ول کرده بود و دیگه مهندس نبود، شفا دهنده بود، چون این انرژی ازش عبور میکرد. حواستون اینجاست؟ ایشون دستشو برد بالا و گفت باورتون نمیشه، همین چند هفته قبل در فرودگاه هیوستون بودم. میخواستم به پروازم برسم. وقتی از اسکنر رد شدم اومدن پیشم و میخواستن بالای سرم رو لمس کنن. وقتی به بالای سرش دست دادن برگشت و نگاه کرد و دید که یه چیز بزرگی داره از بالای سرش بیرون میاد. گفتم خب منم میرم مسافرت، بذار خودم امتحانش کنم. اما گفتم یه کمی هم تغییرش میدم. گفتم من برخلاف اونها توجهم رو به مرکز سینه‌ام معطوف میکنم، چون اونجا هم یک مغز بزرگ داریم، 60 الی 80 هزار نورایت.
میخوام انقدر عشق خداوند رو تنفس کنم که سرمست و شیدا بشم. بعدش انرژیمو اونجا نگه دارم و به بیرون از بدنم ساطعش کنم و این انرژی حامل نفع و خیر همه کسانی خواهد بود که با کارهای من مواجه میشن. این کاری بود که میخواستم بکنم. خیلی سر شوق اومدم چون وقتی برای بقیه انجامش میدید همیشه بهتر انجامش میدید. میدونید که چجوری این مرکز از خودگذشتگیه. توی مراقبه غرق شده بودم. مراقبه تموم شد. ساعت 6:30 پرواز داشتم. خیلی سریع رفتم بیرون و اصلا یادم رفت این قضیه رو. رفتم توی اسکنر و اینجوری کردم. منو اسکن کردن و طرف اومد پیشم و دقیقاً عین این جمله رو گفت. میتونم سینتون رو لمس کنم؟ بهش گفتم چرا؟ گفتش مدالی چیزی انداختی دور گردنت؟ گفتم متوجه منظورتون نشدم. گفت روی سینتون یه مدال بزرگ دارید؟ گفتم نه. گفت خب بذار دست بزنم. به سینم دست داد و بعدش برگشتم و دیدم یه چیز زرد بزرگ در این قسمت بود. و حالا هر موقع با کارمندان میرم جایی میگیم ببینیم میتونیم این کارو بکنیم. پاولا این کارو میکنه و تمرکزش رو باز میکنه و همونطور که بارها گفتم توجه شما هر کجا باشه انرژیتون هم همونجاست. متوجه شدید؟ خب گفتیم باید با چنان اشتیاقی برید دنبال این قضیه که اشتیاقتون از جسمتون که در جایگاه ذهن بزرگتر باشه و نذارید جسم در جایگاه ذهن باشه. و زمانی که موسیقی پخش میکنیم باید این موسیقی رو به حرکت انرژی ترجمه کنید. باید سر شوق بیاید. شکست ناپذیر بشید. باید بزرگ بشید. چون همینه که فرایند رو شروع میکنه و امواج گاما رو در مغز شما ایجاد میکنه. حواستون اینجاست؟ نباید بنشینید و بگید نمیدونم این تمرین رو انجام بدم یا همینجوری منتظر باشم. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. متوجه شدید؟ باید برید دنبالش. وقتی تنفس رو انجام بدید و این عضلات رو منقبض کنید، اژدهای خفتتون بیدار میشه و همه مولکول‌های بارداری که حاصل ذخیره شدن انرژی در بدن هستن از هم باز میشن و این انرژی وارد مغزتون میشه و احساس گناه از بین میره. دردتون از بین میره. پرخاشگری از بین میره و به انرژی خالص تبدیل میشه و مستقیما وارد مغزتون میشه. گفتیم اگه هیجانات در بدن ذخیره شده باشن بدن توی گذشته است. پس شما دارید خودتون رو آزاد میکنید و یک میدان میسازید. حواستون اینجاست؟ یک خانم 78 ساله هم بود در ورکشاپ لس آنجلس که دیدم سرش رفته عقب و اون انرژی وارد مغزش شد. اومد بالای صحنه و گفت 40 ساله چون این احساسی رو تجربه نکردم. گفتم انرژی اینجوری عزیزم. ایشون کاملا بیدار بود. پس نگید دیگه پیر شدم و نمیتونم. اون خانم تونست. خب یه رژه رو تصور کنید. فرض کنید که رژه داره اینوری میره. اگه نفر اول وایسه برای بقیه چه اتفاقی میفته؟ آره، موقع بالا بردن انرژی این اتفاق برای خیلیا میفته. شما در مراقبه میخواید همه این انرژی رو از یک مجرای کوچیک عبور بدید. اگه در این حین به این فکر کنید که مراقبه چقدر طول میکشه و تمرکزتون به هم بخوره، این انرژی توی گلوتون متوقف میشه. بعضیا حالت تهوع میگیرن. بعضیا گلوشون بسته میشه و بعضیا سرشون گیج میره. چون قبل از اینکه انرژی برسه به مغز تمرکزشون رو از دست دادن. فهمیدید؟ باید این مسیر رو تا آخر برید. اگه شروع کنید به تفکر و تحلیل راهشو میبندید. فقط ازتون میخوام راهنمایی‌های منو دنبال کنید. فعلا نمیخوایم انجامش بدیم، فقط داریم حرف میزنیم. باشه؟ چون با نگاهتون دارید میگید خدایا چرا چرت میگه، تازه داشت ازش خوشم میومد. بعد یه فکری بکنیم. بنابراین وقتی انرژی شما بالاخره وارد مغز شد، بعدش کانال انرژی بدن باز میشه و یک میدان قوی به وجود میاد و احساس میکنید وصل شدید. به وجد میاید. چون بدنتون از بند گذشته رها شده. متوجه شدید؟ درسته؟ خب یه بار تمرین کنیم. صاف بنشینید. یکم دیگه میریم استراحت. میتونید یه چند دقیقه ادامه بدید؟ بسیار خوب. ازتون میخوام که پرینتون رو بالا ببرید. کف لگنتون رو بیاریدش بالا. همون عضلاتی که برای دفع و نزدیکی ازشون استفاده میکنید بیاریدشون بالا. بیارید بالا و نگه دارید. دارید انجامش میدید؟
پس دارید تجربه کسب میکنید، درسته؟ دارید یک کار متفاوت انجام میدید و یک شبکه عصبی جدید میسازید و یه جور دیگه به هم وصلش میکنید. زود باشید آقایون. بکشید بالا. دوباره بکشید بالا. عضلات پرینه رو بکشید بالا. فکر نمی‌کردید صبح یک شنبه پیلاتس تمرین کنید، نه؟ نگه دارید. خودم هم دارم انجامش میدم. داریم اون مرکز رو میدوشیم و از اون عضلات یه جور دیگه استفاده میکنیم. ول کنید. حواستون اینجاست؟ خب دوباره بریم. بکشید بالا. یه شبکه عصبی بسازید و سیم کشیش کنید. نگه دارید. یکم دیگه بکشیدش بالا. اخم نکنید. حالا ول کنید. تونستید انجامش بدید؟ به بغل دستیتون توضیح بدید که از پسش برمیایید. خب حالا دوباره بریم. داریم یک مدل میسازیم و داریم قدم به قدم پیش میریم. مثل یادگیری گلفه که باید قدم به قدم باشه. پرینه و پایین شکم دو مرکز اوله. بکشید بالا. پرینه رو قفل کنید و عضلات پایین شکمتون رو بکشید به سمت بالا و داخل و فشار بدید. میتونید نفس بکشید، نفستون رو حبس نکنید. حالا ریلکس کنید. تونستید انجامش بدید؟ حالا دوباره عضلات پرینه و پایین شکم رو بکشید بالا. نگه دارید. منم دارم انجامش میدم. حالا ول کنید. خب یه بار دیگه پرینه و پایین شکم. این بار ازتون میخوام یکم بیشتر از دفعه قبل منقبضشون کنید. اینجوری فشار بدید. میتونید کنترلشون کنید؟ عضلات شکمتون رو بکشید به سمت بالا و داخل. دو مرکز اول فشار بدید و پرینه رو هم بکشید بالا. ریلکس کنید. دوتای اول رو یاد گرفتید؟ به بغل دستیتون بگید که یاد گرفتید. خب آماده اید؟ پس بریم. مرکز اول و مرکز دوم و سوم عضلات پرینه و پایین شکم و بالای شکم رو بکشید به سمت بالا و داخل و فشار بدید. هر سه با هم. لازمه که صاف بنشینید. فشار بدید. پرینه رو بیارید بالا. پایین و بالای شکم رو بکشید داخل. نگه دارید و ریلکس کنید. چطور بود؟ دارید کالری میسوزونید. اینجوری بهش نگاه کنید. موقع استراحت میتونید کلوچه بخورید چون کالری سوزوندید. بسیار خوب. دوباره پرینه و پایین شکم و بالای شکم رو بکشید به سمت بالا و داخل فشار بدید. سه مرکز اول بدنتون. انگار خمیر دندون رو از ته فشار میدید. نگه دارید. ریلکس کنید. اینجوری نگام نکنید و با چشماتون نگید ازت بدم میاد. حالا دوباره پرینه، پایین شکم و بالای شکم. دوباره فشار بدید. بکشید بالا و داخل. نگه دارید. نفس بکشید. و ریلکس. تونستید؟ به بغل دستیتون بگید که از پسش بر اومدید. انگشتتون رو بذارید روی سرتون و ناخنتون رو فشار بدید روی پوست سر. خب حالا دستتون رو بردارید. اگه دستتون رو بردارید آیا هنوزم میتونید اون نقطه رو حس کنید؟ پس میتونید هوشیاریتون رو ببرید اونجا، درسته؟ اگه توجهتون اونجا باشه انرژیتون هم اونجاست، درسته؟ هدف این نقطه است. متوجه شدید؟ دوباره انگشتتون رو بذارید اونجا. فهمیدید؟ برش دارید. میتونید از اون نقطه هوشیار بشید. حالا خوب گوش کنید. توی تمرین بعدی دیگه عضلاتو منقبض نمی کنیم. گوش میکنید؟ عوضش میخوایم دنبال کردن نفس رو تمرین کنیم. خوب گوش کنید. وقتی شروع کردیم ازتون میخوام که چشماتون رو ببندید و بعدش ازتون میخوام یه نفس آروم و یک نواخت از راه بینی بکشید و نفستون رو دنبال کنید. از پرینه میره به سمت قسمت پایین شکم، قسمت بالای شکم، بعدش سینه، بعدش گلو، بعدش مغز تا برسید به بالای سرتون. وقتی رسیدید به بالای سرتون باید نفستون رو حبس کنید و توجهتون رو اونجا نگه دارید. انگشتتون رو دوباره فشار بدید روی سرتون. حالا صاف بشید تا مجرای انرژی صاف و مستقیم بشه. خب حالا دستتون رو بیارید پایین. چشماتون رو ببندید و توجهتون رو معطوف کنید به بالای سرتون. و حالا یک نفس آروم و یک نواخت از راه بینی بکشید و نفستون رو دنبال کنید که از پرینه میره به پایین شکم
و به بالای شکم، به سینه، به گلو، به مغز تا برسه به بالای سرتون. وقتی به بالای سرتون رسید، نفستون رو حبس کنید و توجهتون رو در بالای سرتون نگه دارید و بذارید انرژیتون بره دنبال هوشیاریتون. نگه دارید. حالا موقع بازدمه، ریلکس کنید. چطور بود؟ دوباره انگشتتون رو فشار بدید. زود باشید، میخوام تجربهش کنید. فشار بدید. حالا برش دارید. صاف بنشینید، چشما بسته. انگار نوشابه رو از نی میکشید بالا. ازتون میخوام از راه بینی نفس بکشید و توجهتون رو به بالای سرتون معطوف کنید. نفستون رو دنبال کنید که از پرینه میره و از نخاع رد میشه و میرسه به بالای سر. وقتی به بالای سرتون رسید، نفستون رو حبس کنید و توجهتون رو اینجا نگه دارید و بذارید انرژیتون بره دنبال هوشیاریتون. نگه دارید. نفستون رو بدید بیرون و ریلکس کنید. این بار خوب انجامش دادید. حالا بیایید همشو با هم انجام بدیم، بعدش بریم استراحت. خب روش کار اینجوریه. خوب گوش کنید. اول انگشتتون رو میذارید روی سرتون و فشارش میدید. خوب گوش کنید. در عین حال که دارید دم رو از راه بینی انجام میدید، باید عضلات مراکز پایینی رو بکشید بالا و همه عضلات داخلی رو منقبض کنید. هدفمون اینه که انرژی رو از مراکز پایینی بیاریم بالا و برسونیمش به داخل مغز و نفس شما نماد این انرژیه. فهمیدید؟ وقتی رسیدید به بالای سرتون، ازتون خواهم خواست که نفستون رو حبس کنید و اون عضلات رو فشار بدید. بهتون میگم یکم دیگه فشار بدید، یکم دیگه بکشید بالا و فشار بدید و به این ترتیب غده پینئال فشار وارد میکنید. یک فشار مکانیکی بهش وارد میکنید. باشه؟ متوجه شدید؟ عصبانی نشید، فقط بیاید انجامش بدیم. باشه؟ اوکی؟ انگشتتون رو فشار بدید روی سرتون. دستا پایین. حالا چشماتون رو ببندید. یادتون باشه هدفمون اینه که انرژی رو از سه مرکز اول به مغز منتقل کنیم. یادتون باشه اونجا یک مجرا داریم و میخوایم انرژی رو مثل نوشابه ازش بکشیم بالا. حالا نفس بکشید و همزمان باهاش عضلاتتون رو بکشید به سمت بالا و داخل و نفستون رو دنبال کنید. اون عضلات رو بکشید به سمت بالا و داخل و نفستون رو دنبال کنید. پرینه، پایین شکم، بالای شکم، بعدش سینه، بعدش گلو، بعدش مغز تا برسید به بالای سرتون. نفس حبس، توجهتون رو در بالای سرتون نگه دارید و اون عضلات رو فشار بدید. یالا یکم بیشتر فشار بدید. بکشیدش بالا و نگه دارید. نگه دارید. نگه دارید و حالا موقع بازدم ریلکس کنید. خب یه بار دیگه و بعدش میریم استراحت. انگشتتون رو بذارید اینجا. زود باشین. یالا فقط همینو ازتون میخوام. دستا پایین. یالا میتونید انجامش بدید. خب این بار بتره کنید. صاف بشینید، چشما بسته. با یه نفس آروم و یک نواخت میخوایم ذهن رو از جسم بیرون بکشیم. نفس بکشید و اون عضلات رو بکشید به سمت بالا و داخل و انرژی رو از سه مرکز پایین برسونید به داخل مغزتون. وقتی به بالای سرتون رسید، اون عضلات رو منقبض کنید و نفستون رو حبس کنید. نگه دارید. نگه دارید. نگه دارید. حالا موقع بازدمه، ریلکس کنید. وای خدای من. خب بعد از استراحت وقتی برگشتیم یه چیز سرگرم کننده براتون دارم. میخوام کلیپ های فوق‌العاده‌ای رو نشونتون بدم از افرادی که دارن کارهای فوق‌العاده میکنن تا بتونید هیجانات متعالی رو تجربه کنید. میخوام اون مواد شیمیایی رو به جریان در بیاریم، چون بعدش میخوایم ذهن رو از جسم بیرون بکشیم و میخوایم بدنمون رو نسبت به یک ذهن جدید شرطی کنیم و وقتی تموم شد احساس کاملا متفاوتی خواهید داشت.